بر تاجیکستانی عزیز. ساکنان جماعت دهاتی دوربت شهر حصار با شکرگزاری از دولت صاحب استقلالمان جشن نوروز بین المللی را خوش استقبال نمودند. مردم با خوشنودی از آمد نوروز خجسته شادی و خرسندی می‌کردند و خوراک‌های ملی پخته پیشنهاد حاضرین می‌گردانیدند. در حقیقت نوروز امسال را مردم شرفمند کشورمان در ایام جشن می‌گیرد که در سراسر مملکت کار و پیکار سازندگی ادامه یافته، نیروی اقتصادی دولت و فرهنگ سیاسی ملت تحکیم می‌یابد. ساکنان با شکرگزاری از فضای آسوده و استقلالات دولتی نمایش هنرهای مردمی و خوراک‌های ملی از جمله خوان نوروزی عبارت از هفسین و هفشین را به معرض تماشا گذاشته بودند. در حقیقت نوروز که در جمهوری تاجیکستان به شرافت استقلالات دولتی با تمام غناوت و رنگارنگی آن احیا گردید، حالا به جشن ملی و دولتی ما تاجیکان و رمز خودشناسی و افتخار ملی، وحدت و همدلی مردم و پیوند نسل‌ها تبدیل یافته است. نوروز در واقع یکی از کهن‌ترین جشن‌های مردمی بوده، تاریخ بیش از 6000 ساله دارد. تجلیل نوروز از قدیم‌ترین زمان‌ها تا به امروز جزء ترکیبی هستی و هویت قوم‌های آریایی از جمله تاجیکان به حساب می‌رود. دلیل اساسی عمر طولانی داشتن نوروز طبیعی بودن آن میباشد، زیرا محض در عرفه نوروز طبیعت احیا شده، زمین قبای سبز به بر می‌نماید. مرد دهقان به کشت بهاری آغاز می‌کند و با امید و نیت به دست آوردن حاصل فراوان به زمین دانه کشت می‌کند. ساکنان جماعت دهاتی دوربت شهر حصار و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی با نمایش دادن برنامه‌های رنگین خاطر حاضرین را شاد گردانیدند. همین طور در دیگر دهه‌ها و مرکز جماعت دهاتی دوربت شهر حصار همین گونه چاله‌بینی‌های فرهنگی و فراغتی، چاله‌بینی‌های ورزشی از قبیل مسابقه فوتبال بین جوانان دهه‌ها، گشتن ملی بخشیده به نوروز بین‌المللی ادامه یافتند.